بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین و من تبعهم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد، بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی وصال حق، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما بزرگواران هستیم با قسمت دیگر از مجموعه برنامه‌های دیدار ویژه و دیداری دیگر داریم با یکی از چهره‌های شاخص اهل سنت ایران، با استاد بزرگوار دکتر حبیب الله ضیایی. عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت جناب دکتر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم و علی آله و صحبه اجمعین. من هم عرض سلام دارم خدمت بینندگان عزیز و محترم شبکه جهانی وصال حق و خدمت جناب علی هم خسته نباشید میگم. سلامت باشید. خب بنده فقط اسم شما و اون مدرک تحصیلی شما رو ذکر کردم. قبل از هر چیز لازم میدونم با توجه به اینکه به هر حال شما چهره آشنا هستید برای بینندگان و به ویژه در شبکه‌های توحیدی برنامه‌های شما را حتما بینندگان متابعت میکنند و استفاده میکنند به هر حال از برنامه‌های شما، از علم شما، از تجربیات شما. اما باز هم برای اون دسته از بینندگانی که شاید هنوز موفق نشدند برنامه‌های شما رو ببینند و یا با شما آشنا بشن، اگر مختصری در مورد خودتون توضیح بدید یا به تعبیر دیگر بیوگرافی خودتون رو لطف کنید بفرمایید. اسم کامل شناسنامه من هست سید حبیب الله ضیایی. در سال 1342 هجری شمسی در روستایی به نام درمیان از توابع شهرستان بیرجند هست، روستای مرزی هست در شرق ایران، در خراسان جنوبی فعلا واقع هست، متولد شدم. دوران ابتدایی رو در روستا سپری کردم و دوران متوسطه هم در همین صورت در همین روستا گذروندم و دوره دبیرستان رو به شهرستان بیرجند اومدم و در دوره انقلاب بگم در مصادف شد با تقریبا سوم دبیرستانم که بعد از انقلاب، یک سال بعد از انقلاب دبیرستان رو تمام کردم. یعنی سوم دبیرستان بودید که انقلاب شد. خب ادامه تحصیل دادید یا این که نه؟ انقلاب که شد یک سال بعد از انقلاب بحث انقلاب فرهنگی پیش اومد و بسته شدن دانشگاه ها و از جهت دیگه بحث مشکلات جنگ هم شروع شد و با توجه به اینکه اوضاع و شرایطی که در ایران پدید اومد در مسائل مذهبی انگیزه حصول علم دینی رو در من پدید آورد. یعنی اونجا وقفه در ادامه تحصیل به قول معروف رسمی شما یا به تعبیر دیگر حکومتی، حالا بعضیا میگن برای مدرسه حکومتی یا همون مدرسه نظامی به وجود اومد. خب انقلاب رو ذکر کردید، وضعیت اهل سنت شما گفتید با توجه به شرایط مذهبی. خب وضعیت اهل سنت در انقلاب چگونه بود؟ آیا وضعیت اونها فرق میکرد با وضعیت دیگر مردم ایران؟ اهل سنت فقر فرهنگی که دوچارش بودن در حقیقت ریشه اون از قرنها پیش از زمان صفوی ها باید در حقیقت دنبالش کرد که به دنبال این فقر فرهنگی و محرومیت هایی که در این قرون متمادی بگیم دوچارش بودن، در دوران انقلاب هم در حقیقت این آثار فقر ظاهر بود، به این معنا که از بینش کافی بگیم سیاسی خیلی از مراجع دینی ما و خیلی از بگیم شخصیت هایی که باید می داشتن متاسفانه محروم بودن. در نتیجه طیف جوان اهل سنت و خصوصا دانشجوها احساس فقر رو خوب میکردن، به این معنا که احساس میکردن که از جامعه و از فعالیت سیاسی عقب موندن، احساس تهمیش میکردن، شاید کاملا حالت حاشیه بودن خودشون رو بارز احساس میکردن. روحانیت ما هم متاسفانه به خاطر همون فقر فرهنگی، به خاطر
بگیم محرومیت‌های متصلی که وجود داشت از آگاهی سیاسی برخوردار نبود. بعد فعالیت سیاسی رو کلاً غیر بگیم لازم میدونستند، بلکه در کل مدت چند قرنه‌ای که اهل سنت تونستن خودشون رو نگه دارن، در حقیقت بدور از فعالیت سیاسی تونستن حفظ کنن خودشون رو. یعنی پس از دوران صفوی بعد از دوران صفوی و این آثارش به همین صورت باقی موند، به این معنا که مشارکت سیاسی به عنوان یک جرم بسیار سنگینی رو تلقی میشد، احساس میکردن. در نتیجه فقط در حد حفظ بگیم وجود و شخصیت و هویت مذهبی خود اکتفا میکردن و حتی به خودشون جرأت هم نمیدادن که بیان داخل صحنه مشارکت‌های سیاسی یا بگیم در مسائل اجتماعی خودشون رو سهیم بدونن. در نتیجه در انقلاب بگیم اهل سنت، مجموعه اهل سنت به استثنای یک بخشی که میتونیم بگیم کردستان ضمن اون بخش بود، تقریبا از انقلاب یه مقداری دور موندن. یعنی بر طبق فرموده شما در واقع شرایط این رو ایجاب میکرد یا اینکه شرایط اون اهل سنت رو محکوم کرده بود به این موضع گیری؟ شاید مجبور بودن، میترسیدن. من میگم این اثرات قرنهای ضعف و استبداد بود روی سر اهل سنت، قرنهایی که اینها اینقدر کشتار دادن و اینقدر محرومیت کشیدن. من میخوام فقط به عنوان مثال یک نمونه ای رو ذکر کنم که شاید برای خیلی های این نمونه بسیار جای تعجب رو ایجاد بکنه. شاید ما واژه پدرسوخته رو زیاد میشنویم، چه به صورت شوخی یا چه به صورت بگیم جدی. این واژه رو من ناگهانی جایی باش برخورد داشتم، دیدم که اثراتش برمیگرده به دوران صفوی ها که اینها خندق‌های آتش رو درست کرده بودن برای کسانی که لعن شیخین نمی‌کردن، اونا رو داخل این خندق می‌انداختن و می‌سوزوندن. فرزندای اینها در محیط اجتماعی به طور سب و شتم یا به عنوان افراد لجوج و غیر بگیم طبیعی شناخته می‌شدن و به اینا می‌گفتن پدرسوخته، یعنی کسایی هستن که پدراشون اینقدر لجوج و اینقدر بگیم عناد داشتن که حاضر نشدن بیش عنوان تن بدن به فکر و اندیشه غیر. در نتیجه به اینها میگفتن پدرسوخته. منظورم اینه که اینها در طول قرنهایی که این نوع شکنجه ها و محرومیت ها رو کشیدن، هیچ فرصتی رو برای این که بتونن در زمینه های فعالیت های اجتماعی اظهار نظری داشته باشن، وجود و تأثیر خودشون رو حس بکنن، اصلا به ذهنشون خطور هم نمی کرد. همین اندازه که بتونن در حد مرزها و مناطق دور از مراکز شهری خودشون رو و مذهب خودشون رو محفوظ نگه دارن، شاید در همین حد اونا اکتفا میکردن. در نتیجه جریان انقلاب یه جریانی بود که اینها نتونستن خودشون رو با این جریان وفق بدن یا همگام کنن. بله. یعنی پس شما معتقدید که در تمامی مناطق اهل تقریبا وضع چنین بود؟ یعنی عموما نه فقط در خراسان شده. عموما اینطوری بود. اگرچه گفتم که عمومیت جامعه اهل سنت میشه گفت، نه به عنوان شخصیت‌های تحصیل کرده یا بگیم روشنفکر یا بگیم افراد بالاخره بودن شخصیت‌هایی خب که رهبرهایی بودن از اهل سنت. گفتم ما در کردستان مشارکت بسیار بارز و شفاف داشتیم، خصوصا مرحوم کاک احمد مفتی زاده مشارکت داشت. حتی بین اهل سنت، یعنی از شخصیت‌های فرهنگی از جامعه تحصیل کرده اهل سنت دانشگاهی مشارکت واضح و روشن داشتن و اصلا بحث مذهب مطرح نبود، ولی به عنوان یک طیف بگیم مستقل و به عنوان یک فعالیت روشن و بگیم آشکار مثل بقیه گروه‌های متعددی که ما میتونیم روشن ببینیم، مثلا مجاهدین خلق کاملا با پرچم خودشون، با شعار خودشون، یا بقیه احزاب چپ، خب اینا روشن شناخته شده بودن در دوران حرکت انقلاب، ولی اهل سنت به این صورت واضح و آشکار با هویت مستقل نتونستن ابراز شخصیت کنن، اگرچه مشارکت
بعضی از طیف‌های اجتماعی بود و در مناطقی مثل کردستان مشارکت جدی و بسیار آشکار هم بود، از حتی در رهبریت مذهبی هم در اون سطح هم می‌بینیم مشارکت مشاهده شد. خب این وضعیت چگونه باعث شد که شما رو وابداره به این که رشته تحصیلیتون رو تغییر بدید یا اینکه روی بیاورید به علوم دینی و علوم شرعی؟ ولی واقعیت اینه که ما در جامعه سنتی خودمون علوم دینی به عنوان یک راه امرار معاش تلقی میشد عموما، یا الان هم هنوز هم شاید روحانیت این معنا رو با خودش حامل باشه و متاسفانه در خیلی از مناطق طیف روحانی هم اون طیفی بودن که تقریبا راهی امرار معاش براشون سخت بود و ناچار رو می آوردن به این مسیر، یا بگیم بعضی از اینها شاید به طور ارثی یا این راه یا این مسلک رو پیش رو داشتن، چون پدر و مادر پدرشون جد در جد مثلا روحانی بودن یا با اصطلاح عامیانه خودمون آخوند بودن، اینا هم آخوندزاده بالاخره مسیر پدر رو ادامه میدادن. ولی شرایط انقلاب و درگیری‌های فکری و خصوصا مذهبی شرایطی رو پدید آورد که خیلی از جوانهای ما الحمدلله حس مذهبیشون شدید شد و احساس کردن که باید دین رو به خاطر خود، به خاطر دین و به خاطر وظیفه و شعور احساس مسئولیتی که درشون وجود اومد باید یاد بگیرن که الحمدلله این شرایط زمینه رو مساعد کرد در من نوعی هم که به این سمت و سو کشیده بشم و برای تحصیل علوم دینی یا بگیم گرفتن دین از مصادر اصلی راهی پاکستان بشم. پس اولین ایستگاه شما برای تحصیل علوم دینی پاکستان بود؟ بله پاکستان بود. خب از پاکستان بگید، چگونه شروع کردید، به کجا رسیدید و چگونه تحصیلتون رو تموم کردید، در چه رشته‌ای؟ شرایطی که اهل سنت میگذروندن به طور عموم قبل از انقلاب طوری بود که هر منطقه‌ای برای کسب علوم دینی با خارج به نحوی در ارتباط بودن. مناطق خراسان عموما با افغانستان در ارتباط بود، ولی افغانستان از اونجایی که زیر هجمه چپی ها و کمونیست قرار گرفت و مرزها بسته شد و بگیم کلا مراکز علمی هم تا حدی تعطیل شد، به سمت سوی پاکستان بیشتر رو آوردن اهل سنت شرق کشور، خصوصا بلوچستان و خراسان، و این رو آوردن اهل سنت به سمت سوی پاکستان یک تغییر و تحول فکری هم پدید آورد و بگیم اهل سنت که بیشترشون شرق کشور حنفی مذهب بودن با یک فکر حنفی معتدلتر نسبت به حنفیتی که درش مقداری خرافات غالب بود از افغانستان که در شرق بگیم یعنی عموما شما میگید مدارسی که در پاکستان بود یک مدارس معتدلتر و علمی‌تر بود تقریبا میشه گفت، و این موضوع یا رفتن به پاکستان به عنوان یک بگیم راه برای کسب علوم دینی تقریبا اون موقع در اون شرایط شایع و رایج بود. بله، ولی خب با توجه به اینکه امکانات حکومتی برای این خط سیر فراهم نبود از قبل از انقلاب، افرادی که این مسیر رو میرفتن راههای قاچاق رو سپری میکردن و هیچ کدوم از اینها از راه قانونی هیچگاه نرفته بودن به سمت سوی پاکستان یا کشورهای مجاور برای کسب علوم دینی، و من هم از افرادی بودم که به همین صورت از راه غیر اون چی که ما قانونی میدونیم این مسیر رو رفتم و اولین ایستگاه من شهر لاهور بود. یک سال در شهر لاهور گذراندم و بعد از اینکه زبان عربی و اردو و انگلیسی رو یاد گرفتم در مرکز جماعت اسلامی پاکستان به شهر کراچی رفتم و اونجا هم مرکز آموزشی بود که تقریبا منهج دانشگاه مدینه رو در اونجا تدریس میکردن به نام جامعه ابوبکر. در اونجا پذیرش گرفتم و الحمدلله تونستم اصول مبادئ دین رو و علوم دینی رو با زبان عربی از اساتید بسیار وارسته و بسیار بگیم ماهری که پیشینه علمیشون خیلی خوب بود و در خیلی از اینها
تحصیل کرده کشورهای عربستان سعودی و امثال اینها بودن بگیرم و پایم در اینجا ریخته شد. بعد از در جامعه ابوبکر اسلامی. از یاد نبریم که در اون در سالی که من داخل در این محیط علمی پا گذاشتم کسی دیگه از طلبای اهل سنت وجود نداشت. الحمدلله سال بعد مجموعی از طلبای اهل سنت به این مرکز علمی اومدن که بعدها ما نمونه از شهدای اهل سنت هم از بگیم طلبای این جامعه داریم که مرحوم عبدالحق جعفری یا قدرت الله جعفری اسم اصلیش یکی از شهدا و قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای به شمار میاد که ایشون رو بعد از اینکه برگشت به ایران هنوز تحصیلات تموم نکرده بود که اعدام کردنش. ایشون اهل خراسان بودن؟ اهل خراسان بود، اهل تربت جان بود. بله. خب شما تا چه مقطعی ادامه دارید در این دانشگاه و بالاخره در این دانشگاه تمام کردید یا که به دانشگاه دیگه منتقل شدید؟ دانشگاه جامعه ابوبکر که منهجش منهج عربستان سعودی بود و دانشکده علوم حدیث فقط داشت. من یک سال در دبیرستان خوندم که پایه علوم دینی رو گرفتم. بعد در دانشکده علوم حدیث 3 سال خوندم که قبل از اینکه به پایان برسونم مدرک وفاق المدارس که به عنوان پایان تحصیلات علوم دینی به شمار میاد تونستم امتحان شرکت بکنم و بگیرم و بر اساس این مدرک دانشگاه اسلامی اسلام آباد در رشته ادبیات عرب فوق لیسانس پذیرش گرفتم و برای ادامه تحصیل به اسلام آباد منتقل شدم. پس ایستگاه دوم شما اسلام آباد بود و تا اونجا به هر حال قبل از اون علوم حدیث رو خونده بودید؟ قبل از اون علوم حدیث رو خونده بودم. بله. پس از اون رفتید به رشته زبان عربی؟ زبان عربی. بله. و تا پایان تحصیلاتتون در این رشته؟ پایان تحصیلات فوق لیسانس و دکترا رو هم در زبان عربی خوندم، اگرچه در کنار فوق لیسانس علوم اسلامی رو دانشگاه پیشاور هم گرفتم. ماشاءالله. پس متخصص زبان عربی و علوم اسلامی. من تبریک میگم به شما. خب پس از پایان تحصیلاتتون و گرفتن مدرک دکترا، خب چرا برنگشتید به کشور؟ آیا کشور به شما نیاز نداشت؟ در حقیقت هدف من از این سفر گرفتن مدرک نبود و هیچگاه من فکر مدرک اصلا از ابتدا نبودم. فقط هدفم این بود که بتونم علوم دینی و علوم پایه‌ای که باید نیاز اساسی یک انسان میتونه باشه رو بگیرم و برگردم، ولی با توجه به 2 وضعیت ناهنجاری که در ایران وجود داشت، یکی بحث عدم وجود امنیت سیاسی بود و اجتماعی و مذهبی بود و دوم بحث آزادی بود. دهه چند بود دقیقاً؟ این در خروجی من از ایران در دهه 60 بود و در اوایل 70 تقریبا درسم به پایان رسید، یعنی در دروس پایه علوم دینی رو تکمیل کردم و میتونستم برگردم، ولی با توجه به شرایط سختی که وجود داشت و طلبایی که میرفتن همشون ممنوع خروج میشدن و دستگیر میشدن و حتی خیلی از اینها وادار میشدن به همکاری با نظام و فعالیت‌هایی که زیر فشار و فعالیت‌هایی که کلاً زیبنده یک بگیم عالم یا انسان متدین نیست وادار میشدن. در نتیجه من هم موندن رو ترجیح دادم و ادامه تحصیل رو پیش گرفتن که بالاخره ناخواسته مراحل فوق لیسانس و دکترا رو هم طی کردم و مدرک تحصیلی گرفتم. خب پس از پایان تحصیلات باز هم شرایط همون شرایط باقی بود تا حتی بگم که شرایط شدیدتر شد و بهتر نشد. هم آزادی ها محدودیت پیدا کرد به حدی که ما شاهد دستگیری ها و ترورهای متعدد بودیم، از جمله قتل‌های زنجیره‌ای که همه در جریانش هستن که چطوری صورت گرفت. محدودیتی که در حوزه‌های علمی بود برای علما وجود داشت و برای طلاب وجود داشت. این شرایط سخت و ناهنجاری که از نظر امنیتی و از نظر آزادی‌های فردی و اجتماعی مشاهده میشد، همه اینها مانع بود از اینکه برگردم، چون می‌دیدم که برگشت من موازی هست با زندانی و حتی اگر بر فکر و اندیشه خودم رو هم ظاهر کنم و حقیقتی رو هم آشکار بگم شاید منجر به اعدام هم بشه در نتیجه،
ترجیح دادن بر موندن و ادامه تحصیل تا اینکه بگیم در ناچار حتی مشغول به تدریس هم شدم. مدتی در پیشاور بین فوق لیسانس و دکترا من 4 سال پیشاور تدریس میکردم در یکی از مراکز آموزشی خاص مهاجرین افغانستان. بعد از اینکه دکترا گرفتم با در خود دانشگاه اسلام آباد هم چند سال مشغول به تدریس بودم. پس از اینکه دکترا گرفتید در خود دانشگاه اسلام آباد چند سالی تدریس کردید. خب به هر حال معلمی و تدریس و تعلیم علم و دانش به دیگران خودش یک عمل شریف و بزرگ هست و در واقع یک تجربه بسیار مهم و حیاتی برای یک انسان دعوتگر، برای یک انسان عالم، برای یک شخصیت مذهبی و دینی هست. اگر خاطره یا تجربه یا یکی از فواید و آموزه های تدریس رو یا اون چیزی که خودتون کسب کردید در این دوران برای ما و بینندگان عزیز بگید. کلا فعالیت چه بگیم تدریس یا بگیم درس خوندن، هر دو اینها آموختن یا آموزش دادن، هر دو اینا واقعا مقدس هست اگر قداستش رو انسان نگه داره و اگر قداستش رو انسان در نظر داشته باشه. من میتونم مختصر بگم که تمام اون چی که امروز من دارم از ارتباطات، از روابط، از صمیمیت‌ها، از بگیم آشنایی با افراد بر اساس همون مراحلی هست که در اون بر همون مراحلی است که من در مشغول به درس و تدریس بودم. این مراحلی هست که واقعا پایه و اساس ارتباط انسان رو با جامعه، با افراد مختلف جامعه میتونه پایه‌ریزی کنه. ولی نکته زیبایی که در کل مدت فعالیت‌های علمی من وجود داشت این بود که با اصناف مختلف بگیم مسلمان‌های دنیا برخورد داشتم و میتونم بگم که در دانشگاه اسلامی اسلام آباد بیش از 45 بگیم تبعی کشورهای متعدد داشتیم. فقط تنها چیزی که من در مجموع احساس داشتم این بود که در بین 45 کشور و تبعی مختلف کشورهای مختلف تنها بگیم ملیتی که در اینجا وجود نداشت یا ضعیف بود ایرانی ها بودن. یعنی بگیم که ملیت ایرانی یا جامعه ایرانی محروم ترین جامعه نسبت به جوامع اسلامی به شمار می اومد که از مراکز علمی دنیا محروم بودن به خاطر تنگ نظری و به خاطر شرایط فشاری که در داخل ایران وجود داشت. خب ما از افغانستان، از تاجیکستان، من تنها دانشجویی بودم که در دانشگاه اسلام آباد بگم دانشجو بودم. کنار من یک دانشجوی دیگه بود که اون هم لیسانس گرفت برگشت و دانشجوی بعدی، یعنی کلا ما میتونیم بگیم که در مجموع ایرانی هایی که ما در اون دانشگاه بودیم رسما به عنوان ایرانی فقط 3 تا دانشجو بودیم که متاسفانه ما هم با شرایط بسیار سختی این مدت رو گذروندیم. یعنی غربت این ملیت به خاطر هویتی که کلا بدنام بود یا بگیم که مشکوک بود، هر جا با دید منفی نگاش میشد، مانع میشد که بیاد دانشجوی ایرانی. حتی کسانی که میودن با گذرنامه رسمی هم میودن، پذیرش گرفتن براشون خیلی کار مشکلی بود. همونطوری که هنوز هم ما الان احساسی که داره ظاهر میشه، اگرچه اینها قبلا وجود داشت ولی ظاهر نبود. الان مثل شخصیت‌هایی مثل آقای رفسنجانی داره ظاهرا میگه که گذرنامه ایرانی، هویت ایرانی الان یه هویت بسیار مطرود، بسیار بی ارزش، بی حیثیت هست. این احساسی است که امروز رسیده به یکی از مراجع برجسته ایران. کسانی که اصلا هیچگاه فکرشون هم نمی‌کردن، فکر این رو نمی‌کردن که شاید یه روزی احساس ذلت و خاری بکنن با اینکه بگن ما ایرانی هستیم، ولی اونها هم تونستن امروز یعنی رسیدن به این نکته. این نکته رو عوام ایرانی ها اون موقع احساس می‌کردن که هر جا برن تروریست، هر جا برن
افراد بگیم غیر مرغوب و یا گذرنامه غیر مرغوب شناخته میشده متاسفانه. این هویت هر انسانی مرتبط است با عملکرد نظامی که این هویت رو به دست اون داده. اگر اون نظام عملکرد اون شفاف باشه، اگر اون نظام مورد اعتماد و مورد احترام دیگران باشه، فردی که هویت اون نظام رو داره اون هم عیناً احترام متقابل رو خواهد داشت. وقتی که نظام یه نظامی هست که همه با اون با نگاه هراس، ترس و بگیم شک و تردید نگاه میکنن، افرادی که طبیعت این نظام رو دارن عیناً این بار رو باید بکشن، اگرچه شاید هیچ جرمی نداشته باشن و هیچ سهمی هم در این قضیه نداشته باشن. متاسفانه این هست و بوده قبل از این. بله، و امیدواریم که پایان بپذیره و بیش از این ادامه نداشته باشه. به هر حال شما هم از این مشکلات بی بهره نموندید و این تلخی ها رو چشیدید در اون دوران هجرتتون در پاکستان. خب استاد بزرگوار، وقت برنامه امروز ما به پایان رسیده و انشاءالله در قسمت‌های بعدی هم با شما همراه خواهیم بود و ادامه این دیدار ویژه و دیدارهای ویژه دیگر رو با شما خواهیم داشت. اگر صحبت پایانی دارید تا اینکه تشکر دارم خدمت شما و بینندگان محترم، انشالله که بتونیم از تجربه هم دیگه استفاده کنیم و بیش از پیش بتونیم زندگی خودمون رو به سمت و سوی بهتر سوق بدیم انشاءالله. تشکر میکنم از استاد بزرگوار دکتر حبیب الله ضیایی و همچنین از شما بینندگان عزیز و گرامی که تا این لحظه با بنده و جناب دکتر همراه بودید و انشاءالله تا روزی دیگر و برنامه دیگر و دیدار ویژه دیگر همه شما عزیزان را به الله بزرگ و متعال میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.